خب زیاد پرحرفی کنم، اولین سوالم رو اینطوری طرح میکنم که از نظر شما وقتی داریم میگیم در دوران گذار ممکنه با چالش‌هایی روبرو بشیم، به نظر شما در منطقه سیستان و بلوچستان آیا چالش‌های خاصی ممکنه باهاش روبرو بشیم و اینکه از همین حالا چه کارهایی باید انجام بدیم و یا چه فکرهایی باید داشته باشیم تا بتونیم این چالش‌ها رو به نحو احسن پشت سر بذاریم؟ خب ببینید، قبل از اینکه در واقع پاسخ این سوال داده بشه، باید ابتدا بگم که بدون دانستن تاریخ بلوچستان در طول نزدیک 100 سال، یک قرن اخیر، نمیتونیم جواب درستی به این سوال بدیم، چون که در واقع افرادی که در خصوص وضعیت فعلی بلوچستان هم اظهار نظر میکنن یا کردن خیلی اشتباهات داشتن و مهمترین چالش در بلوچستان عدم در واقع اعتماد به تهران هست که به خاطر زخم‌های تاریخی که ناشی از تبعیض و سرکوب در زمان پهلوی و جمهوری اسلامی بوده. نزدیک به یک قرن نگاه امنیتی، سرکوب، اعدام‌های گسترده، تبعیض، فقر و محرومیت‌های اقتصادی و تضعیف هویت فرهنگی باعث شده که مردمان بلوچ به این باور برسند که در جغرافیای سیاسی ایران شهروند درجه 2 هستند. خب آیا به نظرتون این دردآور نیست که آقای معین، ما صدای شما رو دیگه نداریم، قطع شد. صدامو داری؟ بله الان دارم، وسط قطع شد فکر کنم. ببخشید رشته کلام از دستم خارج شد. شما گفتین آیا این دردآور نیستش که این بی‌اعتمادی به دولت مرکزی وجود داره؟ بله، خب همونطور که گفتم، خب این دردآور هستش که بسیاری از مردم شهرهای مرکزی ایران وقتی در واقع یک شهروند بلوچ رو در خیابون‌های تهران و شهرهای دیگه، شهرهای مرکز می‌بینن، اونا رو اتباع افغانستان یا به صورت عامیان افغانی خطاب می‌کنن و خب چرا چونه مثلا این نگاه در مردم ایران این در واقع طرز نگاه در مردم به خاطر همون سیاست‌هایی هستش که دو حکومت شاه و شیخ و فیلم‌هایی که توسط اونا در رسانه‌های ملی به نام ملی در واقع ساخته شده و به مردم نشون داده شده. و البته بعد جنایتی که توسط جمهوری اسلامی در 8 مهر 1401 هم رخ داد. آقای ارجمند، صدای شما هر چند ثانیه به یه بار قطع میشه. نمیدونم به خاطر اینترنتتون هست یا مسئله دیگه ای هست. الان صدامو دارین؟ الان صداتون رو داریم ولی وسط قطع میشه، یعنی هر چند ثانیه قطع میشه صداتون. الان خوبه؟ فعلا خوبه، ادامه میدیم، هر جا قطع شد من به شما میگم. خیلی ممنون. بعد جنایتی که توسط جمهوری اسلامی انجام شد در 8 مهر 1401 یا همون که به جمعه خونین زایدان مشهور هستش، خب به خاطر در واقع پوشش گسترده که توسط رسانه‌ها داده شد و استقامت مردم بلوچ که در خیابان‌های زایدان به مدت 1 سال و حتی بیش از 1 سال در میدان حضور داشتند و در واقع مردم کمی آگاه‌تر شدند و رفتارهاشون نسبت به مردم بلوچ، به جوانان بلوچ که در شهرهای مرکزی در واقع سفر میکنن، اون در واقع کمتر شده و نسبت به مردم بلوچ آگاهی بیشتری پیدا کردن. خب به نظر بنده این بی‌اعتمادی به راحتی هم ترمیم نمیشه و بزرگترین چالشی که بین مرکز و بلوچستان هستش که هرچی هم پیش بیاد در نتیجه همون موضوع خواهد بود که راهکارش هم در واقع ادامه همون سیاست متمرکز و امنیتی باشه. خب مردم بلوچ حاضر نیستن به وضعیت گذشته برگردن و همون در واقع سرکوبی که در دو حکومت شاه و شیخ انجام شده دوباره اونو تجربه کنن و در واقع اون چیزو قبول نمیکنن و باید نگاه امنیتی که الان همکنون در بلوچستان حاکم شده توسط جمهوری اسلامی، در واقع این نگاه امنیتی باید برداشته بشه و زندانیان سیاسی بلوچ باید آزاد بشن و از همه مهمتر اداره استان باید به دست خود مردم بلوچ داده بشه، نه اینکه استانداران غیر بومی و فرماندارانی که در حکومت جمهوری اسلامی فقط مأمور سرکوب هستند و در واقع فرمانبگیر توسط جمهوری اسلامی هستند
دوباره سر کار بیان و دوباره همون سرکوب و برای مردم تکرار بشه. و مهمترین چیزی که الان در حال حاضر شاهد اون هستیم خب معیشت مردم هستش. جمهوری اسلامی اومده تمام مرزها و تنها راه ارتزاق مردم بلوچ که صدها هزار خانوار بلوچ در مناطق مرزی سکونت دارن مرزها رو مسدود کرده و در واقع تنها راه ارتزاق بسته شده و هیچ در واقع درآمد خاصی ندارن که در واقع معیشت خودشون رو برآورد کنن. و مهمترین نکته دقیقاً همین چیز هستش که معیشت مردم باید تضمین بشه و از همه مهمتر حقوق در واقع مردم بلوچ باید به رسمیت شناخته بشه. حق آموزش به زبان مادری، حق آموزش به زبان مادری، حق مشارکت سیاسی واقعی، نه تنها اینکه فقط روی در واقع کاغذ نوشته بشه. همچین چیزی نیست، چون در سال 57 در واقع اینو ما تجربه کردیم و به صورت نمادین در واقع امضا شد قراردادهایی برای تعیین حق سرنوشت و آموزش به زبان مادری در واقع نوشته شد، ولی بعد 47 سال در واقع این برگه نمادین و در واقع قراردادی که بسته شده هنوز به سرانجام نرسیده و مردم بلوچ و از زبان مادری خودشون محروم هستند و حتی دسترسی به آموزشون رو ندارند و حتی حق تعیین سرنوشت در ساختار در واقع آینده کشور. اگه این تغییرات انجام بشه خب ما به این نتیجه میرسیم که اگه این تغییرات انجام نشه در واقع هیچ تضمینی وجود نداره که بلوچستان همچنان در واقع جان ایران باشه. به صورت عامیانه میگم، چون بارها در زمان اعتراضات جمعه خونین زاهدان همیشه بارها از مرکز میگفتن که بلوچستان جان ایران، بلوچستان فلان ایران، ولی وقتی که حقوق مردم بلوچ تضمین نشه در واقع جان ایرانی هم باقی نمیمونه و مردم در واقع نمیپذیرن دوباره زیر در واقع چکمه تبعیض و سرکوب برن و به نظر من دوران گذار یه فرصت استثنایی هستش که مرکز به ملت بلوچ احترام بذاره و آینده مشترکی رو بسازه. اگه غیر این باشه و در واقع این چیزا تضمین داده نشه فکر نکنم که چالشی باقی مونده باشه که در واقع مردم به اون چالش ها بپردازن و در دوران گذار به اون در واقع واکنش نشان بدن.